سلام علیکم. امیدوارم که همیشه خوب باشین. من وارد یک فصل جدیدی از زندگیم شدم. زندگی مثل یوتیوبه. مهم نیست که آقا حالت خوبه، حالت بده، چی کار میکنی. فقط براش مهمه که شما محتواتو درست کنی و هر روز نظم داشته باشی، بذاری و به موفقیت برسی. خیلی از یوتیوبرهای بزرگ، خیلی از استریمرهای بزرگ وقتی که دیگه کم کم کار کردن گذاشتن کنار، یکم فیت شدن و بعضیشون حتی از یادم رفتن. زندگی همینه، تو بدی، تو حال خوشی، تو حال خوبیت باید کارتو انجام بدی. یکم ازتون عذر میخوام که یکم مثل قبل شاد نیستم. یکم نیاز دارم به زمان. یه اتفاقی افتاد تو زندگیم. اما شما آقا انرژیتون رو همیشه حفظ کنین، استمرار داشته باشین، تمرین کنین، تکرار کنین. مثل همیشه 10 تا پوشاب تو با بری. من حالم خرابه، اما تو برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باریکلا آقا، باریکلا. آجی نمیتونم. خب بریم که شروع کنیم. میخوایم معرفی 17 تا از گرونترین کفش نایک رو با هم داشته باشیم. میرسیم به 17 همیش. Michael Jordan signed player simple get a stock Air Jordan 11 Space Jam. آجی واقعا خوشگله، طراحیشو دوست دارم. خب اولین بار در سال 1996 به پای مایکل جردن رفته و در فیلم NBA که به همراه خودش و لوگوی خودش در این کفش وجود داره و این کفش نشون دهنده تاریخ ورزش را با فرهنگ ترکیب کرده است و به مبلغ $176,000 قیمت گذاری شده. میرسیم به 16مین. مایکل جردن گیم ورن کانورس فست بریک. کانورس اصلا من دوست ندارم، اما اگه شما میپوشین قابل احترامه. این کفش در المپیک لس آنجلس در سال 1984 و با امضای خودش به حراج گذاشته شده بود. قیمت اولیه که برای این کفش گذاشتن قیمت حدود $100,000 بود که اما به $190,000 به فروش رفت. حاجی کانورس نمیپوشم، اما آقا طراحیشو دوست دارم. میریم سراغ 15مین که عشق منه، واقعا دوستش دارم. نایک ایر مگ. وای حاجی خیلی خوبه، خیلی خوبه. این کفش از فیلم معروف بازگشت به آینده الهام گرفته شده است و همه میگن که از آینده اومده و این اولین استینکر برقی دنیاست، یا همون الکتریکی خودمون. حاجی قابلیت جالبی داره، مثلا بندش الکتریکی شارژ میشه، چراغاش خیلی باله، رنگ مختلفی داره که لایت داره. آره اینطوری. حاجی من واقعا دوست دارم یه روز قبل از مرگم این کفش رو امتحان کنم. میریم سراغ 14میش. جردن وان رترو های چارلت هارنس فاونتن بلک اند وایت $250,000. پشمام. که توسط خود مایکل جردن طراحی شده و در فوریه سال 2019 به مناسبت 56 سالگی خودش بوده و کلا 300 جفت تو دنیا بیشتر نیست. ایشالله یه دانشه بخرم. خب آقا طراحیش واقعا خوشگله، دوستش دارم. ایشالله که آقا همیشه بهترین ها رو خودتون بخرین، حس خیلی خوبه. میریم سراغ 13مین. به به چه کفشی. لویس ویتون فیت نایک ای فورس 1. این کفش به مناسبت همکاری نایک و لویس ویتون اولین بار در سال 2021 معرفی شده و به مناسبت 40مین سالگرد طراحی اصلی آن بوده است. من برم آب بیارم بیا. لیوان موزیه ها، لیوان موزی. همه میگن فراموشی بده، اما آجی خیلی چیز خوبیه. هی میرسیم به 12مین. به به. گیم ورن and sign Air Jordan Low X آی
طراحی سیاه‌سفید داره و کفی قرمز که با خود امضای مایکل جردنه. میرسیم به 11میش. Broken Foot ای جردن وان. جردن سفید قرمزه که حاجی واقعا خوشگله. این کفش نشون دهنده عزم و انعطاف مایکل جردنه که با پای شکسته و در بازی مقابل Golden State Warrior به خوبی تونست بازی کنه و این بازی رو ببره. به به. میرسیم به 10میش. نایک مونشو. تو کل دنیا، این تو کل دنیا اصلا 12 تا جفت از این کفش بیشتر وجود نداره. به عنوان یکی از مشهورترین کتونی‌های دنیاست و توسط بنیانگذار اصلی نایک بیل بارمن طراحی شده بود و به فروش رفته است و در سال 1972 اولین بار پوشیده شده بود. میرسیم به 9میش. بابا گیم ورن ای جردن وان شیکاگو. جردن وان شیکاگو اولین بار در سال 1985 پوشیده شده بوده و نشون دهنده بخشی از تاریخ بسکتبال که این رنگ مظهر زندگی خود مایکله و خودش در طول یک بازی آن را پوشیده است و آن را نیز امضا کرده است. سفید قرمزی به همراه امضای خودش، واقعا خوشگله. میرسیم به 8 که حاجی اینو واقعا دوست دارم چون یه چیز خوشگلی همراهش داره که اصلا کلاس شات ای جردن وان سفید قرمزه. اما این یک تفاوت اصلی که داره میدونین چیه؟ در داخل کفش یک شیشه شکسته شده طبیعی شده که این نگفتید شیشه وان کجاست؟ شیشه تخت است که مایکل جردن در اون دانک زده. پشمام. و اولین بار در سال 1985 در بازی نمایشگاهی در ایتالیا توسط خود او پوشیده شده بود و قیمتش $615,000. حاجی اگه قیمتاشو از وقت نمیگم اما میذارم براتون، یکم اصلا نمیدانم چی دارم میکنم اما دلش کن. میرسیم به 7میش. به به ای جردن رترو کوبی پک. خب این کفش به احترام آقای کوبی برایانت تولید شده و در سال 2016 که فقط بین دوستان و خانواده توزیع شده و به عنوان ادای احترام بوده و قیمتش $800,000. خوشگل اما من پسند نمی‌کنم یه جوری. میرسیم به سراغ 6میش. مایکل جردن گیم ورن ناک ای شپ. گرانترین کفش پوشیده شده در تمام دوران که در حراجی فروخته شده است این کفشه. این کفش یک کلکسیونر به اسم نیک فیورلا در اکتبر 2021 در شهر لاس وگاس به قیمت $1,470,000 خریداری شده که در سال خودش سر و صدای بسیار بزرگی در سوشیال مدیا برپا کرده است. میرسیم سراغ 5میش. گیم ورن فلو گیم ای جردن 12. این کفش در فینال NBA 1977 برپای مایکل جردن بوده و با آنفولانزای شدیدی که داشته تونسته تیم شیکاگو بولز رو به قهرمانی برسونه. پشمام. و اینکه آقا قیمتش $1,380,000. پشمام. رسیدیم به کفشی که آجی مورد علاقه من بود اما الان دیگه نیست. کانوس نایک یوزی وان پروتوتایپ. یکی از سودآورترین نتایج همکاری بین دنیای رپ و نایک بوده است که اولین بار در سال 2008 رپر معروف کانیه وست در گرمی پوشیده شده است و بعد از آن خالق برند ییزی بوده است. و اینکه میرسیم به سراغ 3میش. حالا شده که تخیل کنیم که بگین آقا دلم کفش طلا میخواد. نایک میگه بیا. سولت گولد OVO and ای جردن کفش طلایی نایک. وقتی درک برای همکاری با برند مشهور جردن پا به کفش کانیه وست گذاشت تصمیم گرفت که آقا کفششو از طلای جامد بسازن. وزن هر کدومشون 50 پونده. پشمام خیلیه. و اگه شما میخواین که آقا انگشت نشون مردم بشین این کفش مال شماست. و آقا شاید فکر کنید که آقا
این کفشو بگیری نمیتونم بپرم، جامپم کمتر میشه. اما نه دیگه نایک آقا چیزی کم نمیذاره براتون. میرسیم به دومیش. به به، چه چیزی میتونه آقا از این کفش طلای ما گرونتر بشه؟ فکر کنو بگو. کفشی که مایکل جردن در 2 فینال NBA در سال 1998 پوشیده باشه. برد ای جردن 13 و همون فینالی که با شیکاگو قهرمان شدن و 6 قهرمانی جردن با شیکاگو بوده و آخرین سالش در این تیم بوده است. حاجی خیلی گرونه. و نکته جالبش میدونی چه؟ این کفش با خود امضای جردن به یکی از پسرای توپچی تقدیم شده است. حاجی فکر کن توپ جمع کن باشی، بعد یک کفش 2,200,000 دلاری بهت هدیه بدن. پشمام. خیلیه. و میرسیم به گرون ترین کفش نایک. حدس میزنین چقدر بوده؟ فکر کنین رو بگیم. فکر The Dynasty Collection 8 million dollars. خیلیه. میراث مایکل جردن بیشتر از هر چیزی که فکر کنی، بیشتر از پوله، بیشتر از هر چیزی که فکر کنی. این مجموعه شامل 6 تا کفش ایره که هر کدوم توسط جردن در طول بازی‌های مهم در 6 قهرمانی پوشیده است. هر کفش نماد لحظه مهم در حرفه جردنه و لایه‌ای از اهمیت و تاریخی و انحصار بودن آن اضافه میکنه. ببین کلا 6 تا کفش 8 میلیون دلار ناقابل میشه چقدر؟ 640 میلیارد تومان. خیلیه. میتونی یه منطقه بخری. فکر کن این کفش مثلا بگیری دستت، من باشم یه بادیگارد میگیرم، کفش رو میدم دستش، میگم آقا اینو بگیر، بگو که من میپوشم این حسابش اینه. توی یه زمانی از زندگیم هستم که اصلا نمیدونم چی بگم.